السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وصحبه وسلم عليه. دوستان و سروران عزیزم، در مدینه منوره هستیم، در منطقه‌ای که 3.5 کیلومتر تقریبا از مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم دور هست. در این منطقه قصری وجود دارد به نام قصر عروه بن زبیر رضی الله عنه. عروه صحابی نبوده و تابعی بوده، ولی فرزند صحابی جلیل القدر که جز مبشرین بالجنه بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم در حقش فرمود لكل نبی حواریه فی الجنه انتما یا طلحه و یا زبیر حواریه فی الجنه. اینها دوستان و یاران و دست راست و دست چپ رسول الله صلی الله علیه وسلم در جنت می باشند. فرزندان اون دوتا بودن، یکی عروه بوده و یکی عبدالله بودن. اینا فرزندان اسما بودن، دختر رسول حضرت ابوبکر رضی الله عنه و فرزند نواسه های حضرت ابوبکر رضی الله عنه. عروه صحابی نبوده، تابعی بوده، ولی در اینجا زندگی میکرد و این قصرش بوده، والی اینجا بوده و عبدالله ابن زبیر والی در مکه مکرمه بودن، ایشان والی در مدینه منوره بودن. این نمونه از قصر اون و از جای اون و از مکان اون مانده است که در اون زمان اینجا این ولایت مدینه منوره بوده و در اینجا سکونت داشت. این یکی از فقهای سبعه هست، نگفتن نماند که از فقهای سبعه در مدینه منوره عروه بن زبیر رحمت الله علیه بودن که خیلی فقیه بزرگی بودن. اینجا آثار را تقریبا به همون شکل از این قلعه ها گرفتن و هنوز دارن. اون آثار داخل هست، میتونیم بریم ببینیم، ولی چون اینجا فعلا دارن ساخت و ساز میکنن اینجا را فعلا بستن. اینها را به نام قصور عروه بن زبیر میگویند که قصور عروه بن زبیر رحمت الله علیه. لذا دیدن اینها یک کیفیت خاصی در وجود انسان پیدا می کند. خداوند متعال حشر ما را با اینها بکند و خداوند متعال زندگی اینها را برای ما نصیب بکند که اینها واقعا برای اسلام قربانی دادن و فرزندان بزرگ و فرزندان رشید اسلام بودند که برای اسلام قربانی دادن و زندگی خود را فدای اسلام کردن. انشاءالله که حشر ما با اینها شود و سیرت و صورت و سریرت و شریعت اینها را خداوند متعال برای ما نصیب بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.